درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. ما در ناحیه زیبا منظر یاوان قرار داریم، در زادگاه یکی از هنرمندان محبوب کشور تقای مراد خوشوقت و در حلقه دوستان و نزدیکان و اقربای ایشان هستیم و تصمیم گرفتیم که یک برنامه خاصی را پیشنهاد شما کنیم از فعالیت ایجادی، از سرودهای ماندگار تقای مراد خوشوقت. و تقای مراد خوشوقت در همین دهه به وای رسیده است، در همین جا بزرگ شده است، دهه کلفی سبت. و امروز خاطره های ایشان را ورقگردان خواهیم کرد، چون در همین پشته ها، در همین کوچه ها، در همین خمگشت ها سیر و گشت میکرد زمانی با همین مردمان که اینجا هستند و آنهایی که در همین ده هستند سرود میخواند و سرودهای تقای مراد خوشوقت آنقدر محبوب هستند، آنقدر سرودهای او بازخوانی شدند، آنقدر در میان مردم زیاد آن را میشنوند که حتی به یک سرودهای مردمی تبدیل یافته است. خب بیاید کمی قصه کنید از روزگاری که در ده زندگی میکردند، در همین جا بودند. منزلی مردان با آر، دهه کلفی سبت، بر شمایم عاشق زار، مردمی دهه کلفی سبت. سرزمینت پرسخا و آسمانت بیغبار، هر جوانت صنعتکار، دهه کلفی سبت. دهه کلفی سبت یک دهه بسیار خوشباد و هوا بین دهه چایخانه و بین ناحیه یاوان جایگیر شده است و قسم بالایی دهه با دریای وخش بسیار نزدیک است. برای همین ببینید که چقدر باد و هوایی تازه دارد. وقتی که آدم نفس میکشی قفس سینه آدم پر میشود. برای همین بود که از این دهه چنین یک مرد بزرگی، یک آوازخوانی، یعنی آوازخوان مردمی به مانند استاد تقای مراد خوشوقتوف به دنیا آمدند. البته انا همین منظره خوشباد و هوا بود پیش از همه و آن مردمی غزل سرا و شعر دوست و صنعت دوستی همین دهه بودند که سروده های استاد تقای مراد را در دل خود جای کردند و آنها تا این وقت زمزمه میکنند، چی در سری کار، چی در توی و سور، در همه جا استاد را سرودهایش را ترنم میکنند. خب وقتی بچگی چگونه بود در این دهه؟ چی کار میکردن؟ چگونه حال و هوا داشتن در این؟ تقای مراد از آن چیزی که من شنیدم بسیار یک پدری بزرگوار داشتند و بابای بسیار بزرگوار داشتند. آنها اهل فرهنگ بودند، اهل علم بودند. آنها از ادبیات، از کلاسیکان ما باخبر بودند. بابای ملا صالح از طفلیش نبیره‌اش رو در همین ها و هوسی غزل‌های بدیل حافظ وی رو تربیه نمود. انا هرچند که استاد تقای مراد خوشوقتوف نابینا بودند ولی او یک دل بازی داشتند، دنیا رو با چشم دلشان میدیدند. بسیار یک قوه ذهنی بروی شنوایی داشتند و آن ذهن خداداد و آن قوه شنوایی که در دل و قلب او خداوند جا کرده بود، تمام همین شعر و غزل هایی که بابایش ملا صالح به نبیره‌اش فهمیدن، همین ها رو از خود کرد. غزل های کلاسیک های ما رو هم از یاد کرد و در برابر این همون در محیط همان دوره خودش، البته از معاصرهای ما از استاد میرزا ترسونزاده و دیگرها تا لایق بزرگ. خب محیط دهه چگونه بود وقتی که خردسال بودند؟ اینجا یکون بزما میشد با اشتراکش؟ این دهه از همین قدیم یک مردمی است که همین ما صنعت میگیم. صنعت فقط در یک موسیقی و در تصویر کردنی رسامی و یا اینکه در دیگر چیزها نیست. همین دهقانی هم صنعت است، باغبانی هم صنعت است، چارواداری هم صنعت است. مردم این دهه در همین بخش هایی که در همون محیطی که بود تا حالا یکی از مردمی هستند که
بسیار صنعت بلند دهقانی، باغبانی و چرواداری داشتند. البته آنها با زمین، با اقلیم، در کدام اقلیم، در کدام فصل، در کدام سال، یعنی چی زراعت کردنش را خوب میدونستند و برای همین وقتی که سبخوز در سالهای شوروی ما سبخوز چهارم بود، سبخوز چهارم در رسپوبلیکا از سپاریدن پخته در جای اول میستاد. اون وقت کالخوز بود و مردم پخته چینی میرفتن، کاری صحرا را میکردن. همین گونه یک عنعنه بود که هنرمندان رفته برای اونهایی که در کالخوز کار میکردن، کاری صحرا میکردن، همین گونه باز میآرستن. به تقوی مراد خوشوقت یگان معرکه این دهه ناحیه نمیگذشت. باید یک سرود دیگر اجرا میکنیم از رپرتوار استاد تقوی مراد خوشوقت و صحبت رو باز هم ادامه میدیم. خب مرحمت. رفتم بر یار یار بیدار نشد، رفتم بر یار یار بیدار نشد، سچر زنم کسی خبردار نشد. سچر زنم بگی دیاری مردم، سچر زنم بگی دیاری مردم، یاری مردمه به من وفادار نشد. یاری مردمه به من وفادار نشد. یاری خوشدار شدم به دختری سرکاکل، هر کاکولی وی در نظرم دسته گل. من صدقه شوم به تار موی سنبوله، دارم جیگری کباب مثل بلبل، دارم جیگری کباب مثل بلبل یاری. من بشوم قدی تر سایه کنم، بلبل شوم هزار و یک ناله کنم. من چوب شوم روم به پیش استاد، شانه شبم موی ترشانه کنم، شانه شبم کاکلو تشانه کنم دادی. زنجیری سری زلفی تو مجنونم کرد، نادیدنی روی تو
دیگر خونم کرد ناگه نظرم فتاده بر خالی لبش ناگه نظرم فتاده بر خالی لبش خالی لبی تو دیشر بیرونم کرد خالی لبی تو دیشر بیرونم کرد خالی لبی تو دیشر بیرونم کرد خب تشکر زیاد بهترین بود و در ایجادات استاد همین گونه روایت خلقی زیاد بود و بیشتر رجوع میکردن به همون سبک خلقی به همون عنعنه‌های خلقی که یکی از سبب‌های ماندگاری ترانه‌هایشون است در همین بود. همین چرانی که اول ترانه پیشنهاد شد پر از روایت خلقی است. اساسی تمام ژانرهای ادبیات رو ژانری فولکلوری ایجادیات دانکی خلق تشکیل میکند. این به سبب نیست چون که ایجادیات خلق بسیارش بدیهتاً گفته می شود. وقتی که همون شخصی گوینده که یگان منظره زیبا را می بیند یا اینکه بسیار خرسند می شود و در همون لحظه از همون خرسندی خود از به وجد آمدنش بدیهتاً یک رباعی می گوید. دوستان عزیز در نزد ما یکی از اقربای استاد تقوی مراد خوشوقت خاله مام و هوا نشستند که شاهدی تولید بیشتری از ترانه‌های استاد تقوی مراد خوشوقت شدند در خردسالیشان و حتی سرودهای یکجا هم می‌خواندند و حالا کمی صحبت می‌کنیم با ایشان و از خاطره‌هایشان یادآور می‌شوند. اولاد ما طبیعتاً صنعتکار آمدگان ای دورای پیش هم میگن که هم دایره می‌زدن و رقص می‌کردن هم خیلی آمدگی و که تقوی مراد در خانه ما بود تا به وقتی زن دادن شد در همین گازیقاق میگن در خانه ما بود. ما مایدهک بودم ویم هر دومان یک جای سرود می‌خواندیم. یا اوغلی مولا بود پیشش یک کراوات بود ویم بچه یاش بود آخه مایده بود من گودکچه بودم هر دومان یک جایی میخوندم یکمین بار باید که وی خونده هر دومان گفتم گلی باقی من بود وی حال یگان بار در کنسرت ها خوندگی نیسته وی میخونده به ایجاد با یک معلم دیگه بود همشه گفتم معلم جبارف بود ویم یک رادیوی الپنیست داشت که اوتیم هم یک رادیوی الپنیست باتری داشتن چند اکومولاتور ماشین اما دو تا در یک قشلاق رادیو بود و ما هر دو رفتیم همونجا شدیم و رباب زد خوندک و گفت گلی باقی من بیا من گفتم که بلبلی باقی من بیا و گفت ملهمی داغی من بیا و گفت هر دومان یک جای میگن که گلی باقی من بیا بلبلی باقی ما خوندیم و هم معلم رادیوش ایسون کافته اوسون کافته نیافته در تو رادیو شرط زده و وقتا فخردین عمر و حافظای پیشینه دیگه بود که ای ازبکستان ای هر جا بود فکر کردن که سرود از رادیو رادیو ها با بعد گلی سرخم چرا قمری قادر میخوند بعد دیوار میخوندیم خیلی گاسترول میرفت میومد بعد وقتی که زن دادن شد با خانم کوچانده آوردیم شد. شما همون سرودهایی که یک جا میخوندید حفظ هستید میتونید خوانده برای ما؟ گلی باغی من بیا بلبلی باغی من بیا ملهمی داغی من بیا گلی باغی من بیا بلبلی باغم گلی باغی من بیا بلبلی باغم تو را جانا مرا جانا نمیگن گلی باغی من بیا بلبلی باغم تو را شمو مرا پروانه میگن گلی باغی من بیا بلبلی باغم تو یک شمی و صد پروانه داری گلی باغی من بیا بلبلی باغم چی پروایی منی بیچاره داری گلی باغی من بیا بلبلی باغم گلی باغی من بیا بلبلی باغی من بیا ملهمی داغی من بیا گلی باغی من بیا بلبلی باغم گلی باغی من بیا بلبلی باغم گلی باغی من بیا بلبلی باغم.
عالی، بهترین. این سرود در هیچ جا صدا دادگی نیست. بسیار عجیب. چی را دوست می داشتن در کودکی؟ فقط همه چی میکردن پشتی همه صنعت بود. اویل ما همون صنعت بود. ما وقتی که اوقات میخوردیم اوتم رباب میزد، دنبورو میزدن، ما باید میخوندیم، رخت میکردیم. خیلی سلاح جان میدونه خیلی ما اویلو دار شدیم، پشتی کار میگذاشتیم. کار کسبی ما همه صنعت بود. بعض میشد در دهاتون مثلا آدما می اومدن در یگان محفل ها می اومدن کنسرت ها می یگان توی میشد فقط اکی تو امران میخوند. میگفتن همین گونه عادت داشتن که هرچند که مثلا همین در خانه هر گونه اسباب‌های تکنیکی رو ساز میکردن، درست میکردن، حتی چشمشون نمیدید. ولی چشمشون نمیدید. او وقتا رادیوهای کلام بود که بالاش لنتکتی بود. هوای چقدر سیمکای باریکی کبوت و سرخ سفیدک داشتن. هوای رو میخوردم با چشم میخوردم دیدگیم که همه ها رو ساز میکرد. همون رادیو با ایسنو چی میکرد میخوند، اسبای ویران ساز میکرد. جوان بودن همونجا چگونه سرودها رو انتخاب میکردن؟ از کجا میافتن میخوندن؟ کسی میگفت برایش شما میخوان؟ یاد میداد که مثلا کلاسیکو ای بدیل ای حافظ ای همیا شعر میگفتن. ذهنش که تیز بود، تازه بود، هوای را در چینده میگرفته. بله. با چه سرودهایی هست که مثلا مردم نمیدونن؟ شما خودتون شاهدی وای بودید. قمر قادر بود. گلی سرخم چرا میدونید؟ گلی سرخم چرا از من رمیدی، یگان حرفی بده از من شنیدی. گلی سرخم چرا از من رمیدی، یگان حرفی بده از من شنیدی. مکو حرفی بده با تو نگفتم، چرا مهر و محبت را بریدی. مکو حرفی بده با تو نگفتم، چرا مهر و محبت را بریدی. چرا مهر و محبت را بریدی. آفرین، بهترین. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. بهترین. و اینجا فرزندی استاد تقوی امراتی خوشوقت اکمل نشسته است، نفری که ادامه دهنده مکتب تقوی امراتی خوشوقت است و در ناحیه یاوان از مکتب ایشان فعالیت میکنند. شاگردان زیادی هستند که در رویه استاد ترانه میخوانند، سرود میخوانند. خب ما شاهد شدیم و بیاد اکمل خودت دکن قصه کن که خرد بودی وقتی که پدر میخواندن؟ بله، وقتی که پدر من در قید حیات بودن من خرد بودم. وقتی که از دنیا گذاشتن من 13-14 ساله سن سالم 13-14 ساله بود. خاطرات از پدر کم بیش هستم. بسیار وقت ما پدر در خانه نمیدیدیم و در سفر هنری بودم. بسیار وقت گاه وقت می اومدن، خیلی ما وقت بچه یاش بودیم، مایده بودیم، خور بودیم، اقفای داود توزی کودکی خون بودیم. پدرم می اومدن و با ذوق میرفتیم پیشواز میگرفتیم، با اقفای هم کاربری کودکی خون بودیم. خیلی خاطرات، بعضی خاطرات از پدرم بستن. همراه پدر وقتی که پدر خانه داشتیم، یک خانه بود، ای خانه به ای خانه میدروندن، درون بدرون بوده، درون بدرون بود خانه. بعضی وقت مرا میگفتن که انا این کس اکی صلاح‌الدین انا شاگردشون ای خانه ما خیلی خانه دور بود، میگفتم رفته اکی صلاح‌الدین فایرو کنیم. خیلی فایرو میکردم. یک جای مشق تعمیر میکردن، مشق میکردن، سرود یگان سرودی نو چه میکردم. من پشتی در میستادم، انا گوش میکردم. در بعضی حالت بخیر به مرا میگفتن تم درو خیر میدروم که بچه هر چیز چقشیدم میگفتم اسبوشون چق میشیدم. و بعضی وقت انا جنگ میکردن، بعضی وقت زمان میزدم میگفتن خیمون کاری خش کردن گیره. در همین وقتای مشق تمرین نشوندم و بسیار ذوق و هوس داشتم، گوش میکردم، میستادم اقفای در پشت تلویزیون که درونی خانه همراهشون. همین یک مهر و محبتی من نسبت به همین هنر و همین صنعت بسیار تر بود در عائله ما. یعنی بگیم وقتی پدر من از سال 2002 از دنیا گذاشتن، من همون سال همین کسب پدری خودم رو دوام دادم. بله، بهترین. تشکر زیاد. سپاس با کل شما که امروز در این برنامه همراه شدید. واقعا هرچند زیاد حرف زدیم، هرچند گفتنی ها زیاد است، ولی فرصت برای ما امکان نمیدهد که صحبت بیشتر داشته باشیم، ولی نام خاطره ایشان زنده باشد. چون
امروز دیوان دهنده همین مکتب هستید، فعالیت میکنید. ما میخوایم که در انتهای برنامه یک ترانه دیگر از پدر برای ما زمزمه کنید. چی ترانه رو پیشنهاد میکنید؟ یک سرود پدرم میخونم، روبایت‌های خلقی میباشد. یک سرود بسیار سرود مشهور است به نام دریا جولا. روبایت‌های خلقی آهنگ خود آهنگ پدری خودم میباشد. سپاس که در این برنامه ما رو همراهی کردید. واقعا هم خیلی لذت بردیم از صحبت با شما. و دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه گنجو رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه رو ما از ناحیه یوان پیشنهاد شما کردیم. اطراف فعالیت ایجادی استاد تقای امراتی خوشوقت و همینجا بازم یک ترانه زیبا تنین انداز می شود. شما گوش کنید، لذت برید. تا دیدار دیگر سربلند باشید. خیر. ای 50 سال جانه هی بیش کسته سری چنار ای افگارم کرد هی این حالم کرد عشقی دختری مردم به این حالم کرد یار گرفتی در بر هلفته کدی خطا مثالی کفتره جانه اشای شوم و تو را بگیرم در بر زیل بگیرم از تو نرزد یک پره زیل بگیرم از تو نرزد یک پر یار شقی چند رو زای هی خوب و سری سالگن دیا سه روزه هی خوب و سری سالگن دیا سه روزه هی خوب و سری سالگن دیا سه روزه یا هی